قياس هم نمیگیرد. فمن ناحية القياس و اما القياس فمن ناحية ان حاجة الناس داعية الى وجود البيع. خب قیاس چی؟ دلیل عقلیه نکی. دلیل عقلی این است که مردم حاجت به خرید و فروش دارند. لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه بثمن او مثمن. انسان به یک چیزی که در دست دیگر کس است محتاج است. مثلا یک انسان لباس فروش است لیکن خانه ندارد. یک آدم خانه اجاره میدهد یا خانه میفروشد. به شخص دیگر محتاج یا نان خریدنش لازم است. نان در دست خودش نیست. در دست خودش مبلغ است، مال است، پول است، قیمتش است. بعضی گفتیم که پول مال است، مال پول است گفتیم. بله میشود عموما همین خیلی گوییم، لیکن پول این قیمت است، مال این مثمن است، یعنی چیزی عین است. مال ماله قیمه. مال چی را در شریعت میگن؟ هر چیزی که قدر و قیمت دارد، نرخ دارد. خلاصه انسان به چیزی که در دست دیگرها هست حاجت دارد. یا آدم روغن میفروشد، شما به روغن حاجت دارید. یا آدم گوشت میفروشد، شما به گوشت حاجت دارید. آن آدم برای شما به پول نمیتید، شما با اون چیز حاجت دارید. یعنی عقل هم همین را میگیرد که خرید و فروش اجازت است برای آن که بدون عوض نمیدهد. بنابراین شما یک چیز میدهید، آن چیزی که به شما حاجت دارید، به شما ضرور است و این را میگیرید. پیشتر مردم مال رو به مال عوض میکردن، روغن می آوردن، پیاز می خریدن مثلا. این مشکل بود. بعد وسیط برآمد، واسطه یعنی پول. این چیزی خوب است. پول میدهید، مال رو می خرید. این خرید و فروش است. حاجت مردم به همین چیز ضرور است. بنابراین عقلا هم اجازت است. ولا یبذله الا بعوض. شما به دست به یک مال محتاج هستید که آن مال در دست دیگر کس است، آن کس بدون عوض به شما نمیتید. فاقتضت الحکمه جواز البیع. حکمت تقاضا میکند جایز بودن خرید و فروش. عقلا هم گرید جایز است. الی غرض المطلوب. چون که شما تا اینکه به غرض مطلوبتون رسید، مگر هم یگانه راهی که به مقصد میرسید این خرید و فروش است. به عوض آن چیزی که میگیرید یک چی باید دهید، خواه آن مثمن باشد خواه ثمن باشد. ثمن یعنی پولی نقد، مثمن مال. میگوید که من ماشینم میتیم، تو به من خانه تته. عوض جایز است. این دلیل عقلی است.